در ناحیه رودکی که قرار است به زودی امام علی الرحمن از آن دیدن کند، تمام مردم را به معرکه پیشواز رئیس جمهور جلب کردند. شرکت هر خانواده در این معرکه در شکل پرداخت مبلغ حتمی است. رئیسان محله خانه به خانه مردم گشته برای پیشواز پیشوا پول جمع می کنند. به گفته ساکنان ناحیه حداقل سفرپولی پرزیدنت 10 سامانی است که آن را از خانواده های خیلی قشاق می ستانند. باقی وابسته به شرایط زیست و فعالیت از 20 تا 100 سامانی باید پرداخت کنند. از ثروتمندان باشد وابسته به ثروتشان می ستانند، ولی کسی به خانه آنها نمی رود. حداقل در 4 جماعت ناحیه رودکی، راحتی، سری کشتی، زینب آباد و گلستان معرکه جمع‌آوری مبلغ ادامه دارد. رئیسان محله را یک نماینده از جماعت یا حکومت ناحیه همراهی می کند. به هر کسی که راضی نشد مبلغ پرداخت کند تهدید نرم می کنند که شما به سفر پیشوای ملت به ناحیه راضی نیستید. فرهاد، یک ساکن جماعت زینب آباد به رادیوی پیام گفت که از خانواده او 50 سامانی طلب کردند و به اعتراضشان پاسخ دادند که فرزندانتان در روسیه است کو؟ گوید فرستد. اما از همسایه‌شان که نانآور ندارد 10 سامانی طلب کردند. امروز خونه ما اومدن ای حکومت یعنی رئیسای محله ای سر هر یک خونه 10 سامانی برای آبادانی و برای پرزیدنت می آمدگی جمع کردند. خونه ما اومده گفتیان که بچه‌تون همون پای که در روسیه یگانی با بسیار کار میگرفتیم. ای همه کلانترین دویم جمعه استادات تاجیکستان ناحیه رودکی که شما خودتون حساب کنید که چقدر پول جمع میکنن که جو میروه بیمانی. ای جماعتی همین سرکشتی ناحیه رودکی جماعت سرکشتی اومده رئیس محله قطعی نماینده همون رئیس جماعت اومده هم خیلی جمع کردن 10 سامانی ای هر یک خونه باید نخواهی کمش 10 سام بعد با میبینن آدم پولدار باشی 20 سام 30 سام 50 سام اکنون شب چون میدونن. ما همه شاهدی همه چیزی. همین گونه خبرها به ما از 3 جماعت دیگر که ذکرشان در بالا رفت رسیدند. صاحبکار مقیم این ناحیه بختیار هم به پیام گفت به او رهبری دستگاه رئیسی ناحیه تماس گرفته گفته است که با سفارش رئیسی ناحیه او باید 3000 سامانی برای آمدن رئیس جمهور پرداخت کند. قبلا رادیوی آزادی درباره ستانیدن مزد معاش یک روزه کارمندان بوجوی این ناحیه از طرف رهبریت آن خبر داده بود. منبع 2 حجت را نشر کرد که در آن با امضای رئیس ناحیه و معاون او به جمع‌آوری مزد یک روزه سفارش شده است. مقامات ناحیه رودکی در واکنش به این خبر گفته‌اند کارمندان اختیاراً مزد یک روزه خود را برای پیشواز رئیس جمهور می‌سپارند. سبب که بودجه اجرا نشده است قسمی درآمد بودجه هم خواهش کردن که برای همین کمک یک روزه مزد معاششان اختیاراً بگذارانند. فقط تشکیل مناسب بودجه یگان اینجا مجبوری نیست اختیاری اکجان کسی نمیگذاراند یگان کار نیست. عبدالرشید، معلم یکی از مکتب‌های ناحیه در پاسخ به سؤال پیام که آیا واقعاً آنها مزد یک روزه اشان را داده اند و این کار اختیار صورت گرفته است با طنز پاسخ داد. گفت بله کاملا اختیاری. مزد یک روزه ما را باز داشتند و گفتند که ما آن را اختیاراً به سفر رئیس جمهور باز داشتیم. سفرهای رئیس جمهور به مناطق کیها به درد سر مردم اما به بیزنس مقامات محلی تبدیل شده است. مردم نه تنها برای سفرهای امام علی الرحمن مبلغ پرداخت می کنند بلکه مجبورند در دیوار خانه هایشان را رنگبار کنند، فرزندانشان را به مرشرافکه فرستند، گروه قرصک زن رئیس جمهور را مهمانداری کنند و روزی سفر او باشد وظیفه دارند که از خانه هایشان بیرون نشوند. اما مقامداران منطقه با این بهانه میلیون ها سامانی از مردم، کارخانه ها و صاحبکاران جمع‌آوری میکنند. طبق اطلاع منابع پیام، رئیسان ناحیه به دستگاه رئیس جمهور رشوه میپردازند تا سفر او به ناحیهشان را به نقشه درآورند.